با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. صحبتی مردی خدا مردت کند، صحبتی هر ناسزا سردت کند. صحبتی عاشق تو را عاشق کند، صحبتی فاسق تو را فاسق کند. همراه اهل علم بشینی که نور میگیری، همراه یک منافق و فاسق بره، همراه یک زیناگر بره، دو بار سه بار تعریف کنه، دیرت میکشه، از راه گمراه میشه. اما همراه یک اهل علم نشست داشته باشی، به خدا قریب میشه، محبوب الله میشه، دوست الله میشه. به همین خاطر برادران عزیز ببینید که شخصیت هایی که در جامعهش و اهل علم و علما ندارن چقدر از اسلام دور شدگی هستند، چقدر از عبادت دور شدگی هستند. ببینید امروز الحمدلله در این مسجد اکثر مردم از یعنی مردمی خودمون هستند. و چه خاطر؟ به خاطر که در جامعه هم اهل علم داریم، به خاطر شخصیت های داریم که ما را راهنمایی میکنند، ما را میفهمانند.